23 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان به ناحیه وخش تشریف آوردند. استقبال مهمان والا مقام پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از سوی رهبریت و ساکنان سربلند ناحیه وخش در درآمدگاه ناحیه به طور صمیمی با ارجگذاری به تلاش و پیگیری‌های رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت در راه تامین پیشرفت باثبات تاجیکستان عزیز صورت گرفت. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان نخست دروازه ناحیه وخش را که به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با طرح خیلی زیبا ساخته شده است مورد بهره برداری قرار دادند. طور اطلاع داده شد کارهای ساختمانی دروازه ناحیه وخش را ساختمانچیان جمعیتی دارای مسئولیت محدود برق ساختمان به انجام رسانیده طرح انشاءات از جانب کارخانه فرعی کارخانه واحد دولتی لایحه کشی ساخت شهر آفر تهیه گردیده است. بلندی دروازه 12 متر و پهنایش 11 متر را در بر میگیرد و با خرج 1,300,000 سومانی ساخته شده است. تأکید کردن به مورد است که در ادامه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری برای استقبال شایسته از 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در درآمدگاه هر یک شهر و ناحیه مملکت دروازه ها بنیاد و به استفاده داده می شود. نزد دروازه ناحیه وخش چراغان کرده شده یک فواره زیبا نیز در موضع قبول و استقبال مهمانان و ایوان با صنعت بلند کنده‌کاری گذاشته شده است که هنگام تشریف مهمانان و سیاحان به هر یک بیننده تأثیرات نیک می‌بخشد. همزمان اطراف انشاءات کبودیزار و گلکاری گردیده مقدسات ملی نیز گذاشته شده‌اند. در مجموع برای قبول مهمانان و سیاحان در درآمدگاه ناحیه وخش موضع خیلی زیبا با شرایط معاصر فراهم گردیده است. مردم چوهان بنیاد تمدن آفر تاجیک از ازل با هنرها و نقش نگار خود شناخته شده بودند. در درآمدگاه ناحیه وخش بخشیده به 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان، سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی دروازه با نقش نگار ملی ساخته به استفاده داده شد. دروازه این اسکاسگری درآمدگاه ناحیه معین شده معرفیگری مردمی ناحیه می باشد. موضع دروازه گل شکوفان بوده با تمام صنعت معماری ساخته آرا و تارا داده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سپس راه نقلیاتگرد حدود شهرک کیر فراکی بعد منفرشکنی پره از دو طرف چراغان گردیده است به استفاده دادند. راه مذکور 12 کیلومتر درازی دارد و با خرج 12 میلیون سومانی در سمت تامین حرکت منظم واسطه‌های نقلیات و رفت و آمد آزاد ساکنان و مهمانان تجدید و نوسازی شده است. در یک مدت کوتاه در این دوره در ناحیه وخش یک قطار مؤسسه‌های تعییناتشان گوناگون ساخته با استفاده داده شدند. در برابر همه ایم خیر کردن به مورد است که ساختمان از اساسهای راههای اتومبیلگرد در یک سطح بلند بر راه مانده شده است. سالهای زیاد طولانی بود که راههای ناحیه وخش تعمیر دیدگی نبودند و مردم در رفت و آمد خیلی دشواری میکشیدند. شخصی که راننده است در سر چنبرک ماشین میشیند از این کارهای سازندگی بنیادکاری خوبتر و بهتر درک می‌نماید. در درآمدگاه ناحیه وخش دروازه ساخته است که سالهای زیاد این ساخته نشده بود. این چون همه راههایی که اسفالت پوش کرده شدند پر چراغان و گلکاری کرده شدند. ما باوری داریم که در آینده این کارهای سازندگی بنیادکاری در ناحیه وخش ادامه می‌یابد. راه مذکور با صفت بلند و جوابگو به طلبات معیارهای راهسازی تجدید و منفرش کرده شده. مسئولان هنگام کارها همه طلبات و معیارها را به اینابت گرفتند. پهنای راه 8 متر و در بعضی موضعها به 12 متر رسیده. پس از نوسازی از کاتگوری سوم به کاتگوری چهارم راهسازی مطابق گردانده شده است. فرمایشگر انشاءات حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. در دو طرف راه 414 عدد ستونپایه 9 متره گذاشته شده است که شبانگاه حرکت واسطه های نقلیات در آن بدون مانع صورت می گیرد. امروز ما می بینیم که شاهراه ناحیه وخش حسن دیگر گرفته است. زیاده از 12 کیلومتر راههای ناحیوی اسفالت کرده شدند. پیش همه راهها تاریک بودند. چراغ کنانی که در این
شاهراه حاضر به جا آورده شده است، هم به رفته‌های نقلیات ها و هم به رفته‌های شهروندان ناحیه بسیار مفید می باشد. ما از استقلالیت جمهوری تاجیکستان که به نزدیکی 30 سالگی را قید میکنیم، همه شهروندان ناحیه بخش، همه زحمتکشان در آن کوشش دارند که با دستاوردهای بزرگ 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان را ما پیشواز گیریم. حاضر در ناحیه همه خرد و کلان در آبادانی، در روشنکنانی و در ترقی دادن چه خواجگی خلق و چه صنعت و کشاورزی مشغول می باشند. راه مذکور سالها باز تعمیر طلب بود و اینک با فیض استقلال مورد نوسازی قرار گرفت و مشکل چند ساله رانندگان و ساکنان در این سمت پره از میان رفت. در دایره منفرش‌کنی راه همزمان دو پل ماشین‌گذر با درازه 12 و 22 متر پره نوسازی گردیده از دو طرف با پنجره‌های زیبای روشنایی دهنده زینت داده شده‌اند. در قطعه‌های گوناگون راه 20 عدد ایستگاه زمانوی نیز گذاشته شده است. مورد استفاده قرار گرفتن راه اتومبیلگرد در روزهای استقبال از 29مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همچون تحفه ارزشمند حکومت مملکت برای رانندگان و ساکنان ناحیه وخش می باشد. راهو ساز نبودن به نهایت نقص شدگی حاضر راهو اسفالت پوش هم بهترین شدگی ده شبانه توریک بود مثالی توی جو رفتنمش. تاکید کردن با مورد است که در ادامه تدبیرهای سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی از درآمدگاه ناحیه وخش تا دهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان راهها نوسازی گردیده از دو طرف پر چراغان کرده شدند. تجدید و نوسازی راههای محلی در دیگر دهات ناحیه وخش با سرعت ادامه دارد. در حدود ناحیه وخش 237 کیلومتر راهها موجود است که از این 169 کیلومترش دارای اهمیت محلی و 67 کیلومتر دیگر را راههای دارای اهمیت بین المللی در بر میگیرد. طور اطلاع داده شد در دایره آمادگی ها با 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه وخش تا به امروز 25 کیلومتر راهها پره تعمیر و نوسازی گردیده در اساس نقشه آبادانی ها باز 20 کیلومتر دیگر منفرش کرده می شود. در سراسر جمهوری امروز کارهای آبادانی ادامه دارند. ناحیه وخش نیز در قطار دیگر ناحیه‌های کشور با روی کارهای آبادانی و سازندگی کارهای زیاد را به انجام رساندند. از جمله ساختمان راهی که حاضر ما ایستاده ایم در آن زیاده از 12 کیلومتر را با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان از نوسازی کرده شد که برای حیات اقتصادی و اجتماعی خلق رولی بسیار مهم دارد. یکی از هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان این برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی می باشد که این ساختمان راه‌های اتومبیلگرد می باشد. تا زیاده از 30 سال می شود که این راه‌ها تعمیر اساسی را ندیده بودند و ما از با شرافت تنجی و امانی صاحب استقلالی و پایداری وحدت ملی امروز ها این راه تعمیر اساسی را دید. برای حرکات واسطه نقلیات و بارکشانی مساعدت می نماید. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن بازدید از راه اتومبیلگرد با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده مسئولان را جهت روانه نمودن توجه زیاد برای در حالت خوب نگه داشتن راه و تامین منظم حرکت واسطه های نقلیات در همه فصل های سال موظف نمودند.